رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید 4 طایفه دیگر هم در لعنت خداست که اونها کیا هستند؟ اول مردی که لباس زن را میپوشد، دوم زنی که لباس مردها را میپوشد. متاسفانه امروز خواهرای ما و شما، اپه‌های ما و شما، همسایه های ما و شما که امروز لباس های مرد را در بر کردند و پدر او نگاه دارد، مادر او نگاه دارد، برادر او نگاه دارد. حتی چنان خدا غیرت او جوان گرفت است که حتی پرسیدن نمیتواند که این لباس در بر کردن تو ناجایز است، نادرست است. سبب پوشیدن تو سبب لعنت کردن من در روز قیامت است. من در عذاب خدا میمانم از پشت تو ای خواهری که این لباس مردانه در بر کردی. دوم این بوده است. سوم کسانی که پیغمبر خدا گفتند بچه بازی میکنند. چهارم طایفه‌اش کسانی که با حیوان ها میرسد. اینها هم در لعنت خدا گرفتار هستند. چهارم این کیست؟ و ناکح المرأة من دبورها. پیغمبر خدا گفتند چهارم طایفه‌ای که در لعنت خدا گرفتارند آن جوانهایی هستند که از موضع حاصل زنها استفاده نمیبرند، از موضع تولد استفاده نمیبرند، من دبورها، بلکه از عکس او استفاده میبرند. موضع هایی که برای مرد حلال است استفاده او فقط موضع تولد است، غیر موضع تولد دیگر برای مرد حرام است، دیگر مکانهای زن. از این خاطر من به شما آگاه کردم که امروز شما پیرو مردم غرب نشوید. اونها کافر هستند، اونها روسیا هستند، اونها دوزخی هستند، اونها دشمنی اشدی شما هستند. شما پیرو اونها نشوید. نه در لباسشان. اونها اخلاقی چی دارند؟ اخلاق اسلام پیش است. اونها تمیزی چی دارند؟